بسم الله الرحمن الرحیم. این وصیتی است که حسین ابن علی می کند با برادر خود محمد حنفیه و او را می گوید و گواهی می دهد که خدای تعالی یکی است و او را شریک نیست. محمد پیغمبر و فرستاده اوست که هرچه گفت صدق گفت. بهشت و دوزخ حق است، قیامت آینده است و در آمدن او هیچ شک نیست و خدای تعالی جمله مردمان را از گور برخواهد انگیخت. پس روی به حاضران کرد و فرمود من حسینم. نه از نظر و نه از جهت اندیشه ظلمی و فسادی از حق بگشتم و از مدینه بیرون می شوم، بلکه از جهت صلاح امت محمد بیرون می شوم و می خواهم که شرایط امر معروف و نهی منکر به تقدیم رسانم. و در این باب از مصطفی شنیدم که می گفت سرانجام حسین کشتن خواهد بود. چون سخن حسین ابن علی به اینجا رسید، عبدالله عباس گفت من چنان مصلحت می بینم که با یزید بیعت کنی و چنان که در روزگار معاویه صبر کردی در ایام یزید نیز صبر کنی، باشد که از حکم ربانی لطفی ظاهر گردد که در ضمن آن مقصود تو حاصل گردد. حسین ابن علی فرمود چه می گویی؟ من آن مرد نیستم که با یزید بیعت کنم و او را متابعت نمایم. او مردی فاسق فاسد و خمار است و مصطفی در حق او و پدر او گفته است آنچه گفته است. عبدالله عباس گفت راست میگویی یا ابا عبدالله، من خود از مصطفی شنوده ام که می گفت چه کار افتاده است مرا با تو ای یزید، لا بارک فی یزید، که او فرزند مرا و فرزند دختر مرا حسین ابن علی را بخواهد کشت. بدان خدایی که جان محمد در قبضه قدرت و ارادت اوست که فرزند مرا در میان هیچ قوم نکشند که ایشان توانند که او را یاری دهند، که نه خدای تعالی میان دلهای ایشان خلاف افگند. یا ابا عبدالله، در دنیا هیچ کس را نمی شناسم که او پسر دختر رسول خداست الا تو، و یاری دادن تو را و مدد و معاونت کردن بدین امت همچنان فریضه است که نماز و زکات. حسین ابن علی فرمود تو چه میگویی ای پسر عباس در حق جماعتی که ایشان پسر رسول خدای را از سرای و وطن و مولد و منشأ او بیرون کنند و از مجاورت حرم و زیارت تربت جد او محروم گردانند و او را بترسانند تا در هیچ موضع و وطن قرار نتواند گرفت و قصد کشتن و ریختن خون او کنند و او را گناهی نباشد و به خدای تعالی شرک نیاورده. ای پسر عباس، این امت را چه شده است که قرارشان در ریختن خون پسر محمد مصطفی افتاده است؟ بعد از آن روی به برادر خود محمد کرد و گفت خدای تعالی توفیق رفیق تو گرداناد. اینک تو را وداع می کنم یا اخی و السلام علی من اتبع الهدی ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد از آن وصیت نامه را به برادر خود داده او را وداع کرد و با اهل و بیت و اصحاب و عشایر به جانب مکه روان شد. در میان شب تاریخ 3 روز از شعبان سنه 60 بود که بر شارع عام روان شد و در اثنای رفتن این آیه می خواند
فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. ما در پی مرهمی آمده ایم که جراحت‌های دلمان را درمان کند. فرات شاهد اشک‌های ماست. ما به قصاص خون امام شهیدمان برخاسته ایم. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، بشکست سبوهامان خون است به دلهامان، فریاد و فغان داره دردی کش میخانه، هر سو نظر اندازی در یاد کسی افتی، آنها که سفر کردن زینجا سوی جانانه. نصیحت کن عمر پربرکت مادر. تا سر به بدن باشد این جام کفن باشد، فریاد عوازرها ره بسته به دیوانه، ای وای که یارانه گلهای بهارانه رفتن از این خانه، رفتن غریبانه. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما بینندگان عزیز برنامه سوره. خدا را شاکرم که امشب هم توفیق داریم محضر شما باشیم و درباره قیام سید الشهدا و دیگری اون بنی امیه حرف بزنیم. قبل از اینکه به برنامه برسیم، امروز خبر تلخ درگذشت استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی همه ما رو غمزده کرد و غافلگیر کرد. همه اونهایی که با تاریخ اسلام از نسل ما آشنایی دارند و مطالعاتی دارند در هر حدی، حتما مدیون و ممنون استاد پیشوایی هستند با آثار درخشانی که در این حوزه داشت. استاد متواضع، استاد عالم، استاد کاربلد، کار درست و حسرت حضور اینشون در برنامه سوره بر ما ماند. قرار بود زمانی در خدمتشون باشیم که این توفیق از ما سلب شد. برای ایشون و برای همه عالمانی که در طول تاریخ از حق و حقیقت دفاع کردند آرزوی رحمت الهی و مغفرت رو داریم.
امشب بحث حقوق و عدالت اموی را خواهیم داشت. سرمقاله برنامه رو ببینیم، برگردیم و گفتگومون رو آغاز بکنیم. در احوال و سیرت بنی امیه که نگاه می‌کنی، یک هوشمندی غریب می‌بینی. معنایی شبیه به آنچه امروزیان نامش را عقلانیت می‌گذارند و یا تدبیرش می‌خوانند. بنی امیه در قالب دوره حکمرانی خود عقلانیت شگفتی دارد و کاربلد ماجراست. امویان همه آنچه که عقل و تدبیر برای حفظ، توسعه و تحکیم قدرت لازم دارد را میشناسند و برای مهیا ساختن آن اقدام میکنند. آنان هم در جامعه شناسی، روانشناسی و مردم شناسی به معنای عرفی کلمه خبره اند و هم در سیاست و سلطه چیره. امویان میدانند از میان جماعت کرا باید با پول به استخدام خویش درآورد، کرا باید مقام داد، کرا باید با اخلاق فریفت و در که باید هراس اخلاقی افکند، کرا باید از قیامت ترساند و کرا باید در دنیا، زانوی کرا باید در جان و مال به لرزه انداخت و دل کرا باید با سفره و بستر مالش داد. چنان که امویان در عرصه اجتماعی شهری را که باید عمران کنند از شهری که باید ویران کنند تمیز می‌دهند. مردمی را که باید بترسانند از مردمی که باید تشجیع کنند جدا می‌کنند. شهری را که باید فقط به قصد رعب افکنی و تضعیف روحیه ناامن کنند از شهری که باید تسخیر کنند میشناسند و در غالب موارد به اقتضای عقل و تدبیر عمل میکنند. امویان آنجا که قدرت اقتضا میکند پیوند میخورند، حتی اگر داغ ننگی مانند ماجرای زیاد بر پیشانیشان بخورد. آنجا که باید ببخشند میبخشند، حتی اگر خشم و غضبی سخت بر آن سبقت گرفته باشد. و آنجا که باید از ریشه بکنند و بسوزند و بکشند و بروند آسوده خاطر چنین میکنند. عالمان اخلاق که فضیلت‌های اخلاقی را اعتدالی میان دوگانه افراط و تفریط می‌دانستند، نام این میزان از هوشمندی مضاعف، عقلانیت شدید و تدبیر قوی در سلطه و قدرت را مکر گذاشتند. از نگاه آنان مکر حد افراط حکمت و قوه عاقله است و ثمره مسموم زیرکی و عقل و تدبیر چون چموشی کند، افسار بگذرد و دیوانوار زنجیر پاره کند، مرز نشناسد و از حد بگذراند، مکر و قدر می شود. بخشی از توحش بنی امیه همین جاست. توحش و مرز ناشناسی در بهره کشی از عقل و تدبیر و به خدمت کشیدن آنها به نفع قدرت و سلطه. این همان مرز و حدی بود که امیرالمؤمنین علی میان تدبیر خود و تدبیر معاویه و سیاست ورزی علوی با سیاست ورزی اموی کشیده بود. آنچه فرمود والله ما معاویة بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر تفسیر همین حقیقت بود. دوراهی اموی و علوی اینجا بود. امویان عقل و تدبیر را برای قدرت خواستند و قدرت را برای قدرت. علویان عقل و تدبیر را برای قسط و عدالت خواستند و اگر به قدرت چشم داشتند آن را برای عدالت مطالبه می کردند. دوراهی دیگر آن بود که امویان در کسب و بقا و توسعه قدرت هیچ حد و مرزی نمی شناختند و علویان حتی برای رسیدن به قسط و عدالت حد و مرزی به نام تقوای الهی مقابل خود می دیدند. با این وصف عدالتخواه اموی
از عدالتخواه علوی ممتاز میشد. درود خدا بر شما. میهمان امشب من آقای دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستم. آقای دکتر سلام و ادب، ممنونم که دعوت سوره رو پذیرفتید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز برنامه شما در این شب‌های حزن و عزا عرض سلام دارم و عرض تسلیت دارم. انشاءالله که برخلاف معمول سالهای گذشته که این شب‌ها بیشتر از عاشورا و امام حسین میگفتیم، امسال شما با نکته سنجی که داشتید برای آشکار شدن بعد دیگری از قیام ابی عبدالله امام حسین علیه السلام بعد دیگری رو باز کردید. انشاءالله که کمکی باشه برای فهم این انشاءالله ماجرا و آقای دکتر حکمت نیا، ما قرار است درباره عدالت و حقوق اموی حرف بزنیم. یک تصویر کلی و کلیشه‌ای و رایجی وجود دارد که اصلا عدالت و حقوق نزد امویان هیچ جایگاهی نداشت و به اون هیچ اعتنایی نداشتن. در برخی از گزارش‌ها این هست که امویان هم نظام حقوقی داشتن، اندیشه حقوقی داشتن و حداقل داعیه و شعار عدالت. در حقیقت ما این سمت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو داریم و فرزندان بزرگوارش رو داریم که شعار اصلیشون و به قول امروزی ها دال مرکزی گفتمانشون عدالت هست. اون سمت هم شعار عدالت رو میبینیم. قبل از اینکه به بحث تاریخی این قصه برسیم و بخوایم نظام حقوقی امویان رو بررسی بکنیم و ابعاد و نتایج اون رو بسنجیم، جایگاه خود این بحث و جایگاه بحث از نظام حقوقی، اندیشه حقوقی یک حکومت، یک سلسله پادشاهان، یک تمدن اگر کسانی برای اون قائلن، در بحث حقوقی و بحث فلسفه حقوقی کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی که امشب در خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه هستیم، یکی از بحث‌های پرچالش و مهمی هست که به نوعی درگیر سه تا بحث میشه. از سوی همونطور که شما اشاره فرمودید ما با یه سری گزاره‌های حقوقی روبرو هستیم که غالبش معمولاً در ادبیات اسلامی در گزاره‌های فقهی منعکس میشه. از سوی دیگر یه سری مفاهیم فلسفه حقوق وجود داره و مفاهیم پایه حقوق وجود داره و از سوی دیگر بحث هایی هست مربوط به جامعه شناسی حقوق، چون در جامعه شناسی حقوق هم قواعد حقوقی به ما و این که یک امر محقق هست در جامعه سریان داره، این امر رو هم بررسی میکنن. پس شد گزاره های حقوقی، فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق. حالا این رو از منظر در یک بستر تاریخی میخوام گفتگو کنیم. البته قبل از اینکه وارد بحث بشیم من تصور میکنم که نمیتونیم ما آنچه که در صدر اسلام به خصوص مثلا در دوره بنی امیه یا حتی مثلا تا زمان امام به لحاظ اندیشه فقهی شیعه تا زمان امام صادق علیه السلام تحت عنوان نظام حقوقی یاد کنیم. ما مجموعه گزاره های حقوقی داریم. این که حالا بگیم این نظام حقوقی هست، چون نظام حقوقی قواعد بنیادین داره، اصول داره، شیوه تکنیکای فهم داره، شیوه قضا داره و الی آخره. پس نمیتونیم تعبیر کنیم به نظام حقوقی. می‌خوایم از حقوق در دوره بنی امیه صحبت کنیم، از نظام حقوقی نمیشه. خیلی تا اینجا این رو میتونیم بفهمیم که در دوره بنی امیه نظام حقوقی شکل نگرفته. اصلا شکل نگرفته. من مثلا با ادبیات حقوقی اگر بخوام گفتگو کنم، دوره بنی امیه رو اگر بخوام ترسیم کنیم در دوره تمدن اسلامی، دیدین شرکت ها وقتی که میخوان شکل بگیرن میگن شرکت در حال تأسیس، یعنی هنوز رفتارهاش سازماندهی نشده، ارکانش خیلی در حالی از ابهام رفتارهاش. این دوره شکلگیری نظام حقوقی هست، یعنی ابتداء تمدن اسلامی هست. حالا با همه گرفتاری ها و اختلاف نظرها و اتفاقاتی که افتاده، ولی دوره ابتدایی هست برای این امر. ولی لذا شما میبینید که در این دوره خیلی گزاره های فقهی مطرح نیست. برخلاف این من تصورم این هست که در این دوره بیشتر بحث های کلامی که ما اگر بخوام امروز ازش گفتگو بکنیم در حوزه بحث های فلسفه حقوق مطرح میشه تا گزاره های حقوقی.
یعنی اون و این هم بخش مهم. اول نیست، توی بخش دوم کمی تو اونم حوزه کلام داره، بیشتر در حوزه‌های کلامی مطرح بوده و لذا شما مثلا گزاره‌های فقهی در این دوره رو کمتر داره، چون فقه هم در دوره خدمت شما عرض کنم که گزارش‌های فقهی در دوره اهل تسنن و هم شیعه حول و حوش دوره امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام این دوره هست که بحث‌های فقهی رواج میگیره و قوام پیدا میکنه، ولی اونجا ما با تک گزاره‌هایی روبرو هستیم. البته قضاء اسلامی به معنای قضاوت خب از صدر اسلام بوده، ولی مجموعه منظم و منسجمی هم حتی به عنوان قضای اسلامی وجود نداره که حال بعضی ابعادش من خواهم گفت چه اتفاقاتی اونجا افتاده. پس ما با یک سری مفاهیم پایه حقوقی به دردمون میخوره. این یک نکته. نکته دوم این که خب حالا ما اصلا این گفتگو رو هم بکنیم. ببینید به چه درد ما میخوره، یعنی ما برگردیم گذشته رو واکاوی بکنیم. نکته اگر وارد این بحث بشیم و از همینجا شروع بکنیم که ما یک بنیادهای حقوقی داریم، اگر اونها برای ما روشن نشه، مفاهیمی که به ظاهر روشن است ولی وقتی که عمق ماجرا رو میبینیم و وارد گفتگو میشیم میبینیم نه، اتفاقا اشکال در سر همون مفاهیم پایه ما هست که اینجا به خاطر ابهاماتش، حالا ابهامات در طول تاریخ بوده و حتی امروز هم ممکن هست ابهاماتی وجود داشته باشه. پس ما با یه سری مفاهیم پایه حقوقی که در واقع شکل دهنده به حقوق هست. این صحبت اول من. در حقوق هم که میخوام گفتگو بکنیم، ببینید 3 تا امر رو به عنوان حقوق وقتی که گفتگوی حقوق میکنیم ما یه گزاره هایی داریم که در واقع اقوالی هست که گزاره های حقوقی در اون منعکس میشن. مثلا شما الان قانون رو ببینید، به من بگید حقوق ایران چیه، من میگم قانون مدنی. مهمتر از قانون احکام قضایی هست، یعنی قضات در مقام قضا با این قواعد چه میکنن. در حقیقت این تحقق حقوق بیشتر اهمیت دارد. و نکته سوم رفتار حاکمان با مردم و اون تدبیر امور است که در قالب حقوق باید شکل بگیره. پس اگر بخوام جلوه های حقوق رو بررسی کنیم، 3 جلوه و 3 یعنی حقوق در مقام گفت به اصطلاح بیان، گزاره ها، حقوق در مقام قضا، تحقق و حقوق در مقام تصمیم گیری حاکمان، حکمرانی. این 3 تا جایگاه هایی هست که قواعد حقوقی شکل میگیرد. خب اگر موافق باشید بله. ما با همین نقشه راهی که شما ترسیم کردید و اگر درست بگم باید با بنیادهای حقوقی شروع باید بکنیم. ما باید بریم سراغ یه سری مفاهیم پایه حقوقی که ببینیم که اساساً وقتی که ما از حقوق گفتگو میکنیم چه زیرساخت‌هایی دارد تا برسیم به اصول و قواعد. چون میدونید گاهی موقع عکس هم رفتار میکنن. مثلا الان نظام‌های حقوقی که میخوان گفتگو بکنن قواعد رو بررسی میکنن، از قواعد به اصول پی میبرن، از اصول به مفاهیم بنیادی پی میبرن. این روش هم ما هست. درباره بنی امیه یا هر بحث تاریخی دیگری از هر دو روش میتوانیم استفاده بکنیم، ولی اینجا ما میخوایم از بنیادهای حقوقی نه، اینجا چون ما گذارهای حقوقی در دسترسمون کم هست، ناچار هستیم که از اون رفتارها به رفتارها. بله. اگر بخوام به اصطلاح بحث حقوق رو شروع کنیم، ابتداءً باید یک چارچوب معرفتی به همین بحثی که در سرمقاله شما خوندید در حوزه عدالت، چون میدونید این حوزه رو باید اول مشخصش کرد. یعنی ما وقتی که میگیم عدالت ورزی میکنیم یا حقوق عدالت ورزی میکند چه میکنیم، یعنی کجا میخوایم بریم. در نظام‌های این بیشتر تو مکاتب حقوقی بحث میشه، یعنی بیشتر بحث فلسفه حقوق است تا حقوق. آقای دکتر بعضی از اینها رو ناظر به بنی امیه هم پیش ببریم که الان یعنی ما مخاطبان توی این مقدمه نمانند. ما وقتی که میخوایم بگیم که این عدالت چیه، عدالت رو گاهی موقع ترسیمش میکنیم به راه‌های دستیابی به غایات، گاهی موقع عدالت وضع الشیء فی موضع، یعنی نظر داریم به حقوق پایه مردم. پس ممکن هست حقوق غایت‌گرا باشد یا قاعده‌گرا و مبناگرا باشد. پس اون نگاه به حقوق، اون نگاهی که شما با اون نگاه میخواید
عدالت رو تفسیر کنید، عدالت رو بفهمید، بسیار بسیار حائز اهمیت هست. ببینید یه دیدگاهی وجود داره، دیدگاه‌های منفعتگرایان. منفعتگرایان امروز تئوریزه شده، یعنی شما نظام‌های حقوقی بر پایه منفعتگرایی، البته منفعتگرایی هم که میگم معنای منفی من الزاما تو ذهنم نیست، یک دستگاه حل مسئله هست بر پایه سنجش منافع با یک قالب‌های قابل محاسبه 7 گانه و 8 گانه با یک ابزاری، میگه این قاعده حقوقی عادلانه هست، این قاعده حقوقی عادلانه نیست. همه اینا رو تعلیق کنیم. من بله، رسیدم به همینجا، برسم به که دقیقاً مخاطب، چون همینجا. شما من هر بار با شما گفتگو می‌کنم شما حقوقدار نیست، هی می‌خواید این شاخه‌ها رو بگید. دیدگاه بنی امیه دیدگاهشون کاملا اصالت منفعت، یعنی در مقابل کسانی که عدالت رو به معنای قاعده گرایی و اجراء قواعد میدانند، در همین سرمقاله هم احساس شد که سمت و سوی سرمقاله این هست، یعنی نگاهشون به حقوق، نگاهشون به قدرت، حتی نگاهشون به جنگ و توسعه گرایی و گشودن مرزها یک نگاه کاملا اقتصادی و منفعتگرایانه. ما به یک دوگانه رسیدیم، بنی امیه منفعتگرا، احتمالاً علوی قاعده گرا و عدالت به معنای اجرای قواعد الهی، یعنی قاعده مند هستن، اصول دارن، خب اصول پیشین دارن. خود این منفعتگرا رو من نمونه هاشو براتون بگم. من اول بپرسم، گاهی ما منفعتگرا رو میگیم منفعت جامعه، یعنی میگوییم که ما بخشی از فساد رو بپذیریم، بخشی از ناعدالتی رو بپذیریم، بخشی از ظلم رو حتی بپذیریم به خاطر اینکه امروز منفعت جامعه نه است. ببینید شما وقتی که در آیا منفعتگرایی این رو هم منفعت جامعه رو شامل میشه؟ نه، شما اینجا که میگید مفاهیم، یعنی شما با یک پیش‌فرض‌هایی، چون اون کسی که میاد بر اساس منفعت تحلیل میکنه میگه عدل از اینجا شروع میشه، پس ظلم معنا نداره هنوز. یعنی شما نمیتونه بگی ظلم رو شما در بستر عقل گرایی غیر منفعتی دارید معنا میکنید. بعد میگه پس اینجا ظلم بی معنا میشه، از اینجا یعنی شروع. بله، عدالت از اینجا شروع میشه. بحث عدالت میگه این تحلیل منفعت هست که ما را بعد این میشه عدالت محقق. پس شما نمیتونید بگی این تنافی دارد با یه سری مفاهیم دیگه. میگه اساسا این هست، یعنی حالا تو نظری اصالت منفعت مجموعه منافع هست که این قضیه رو میسازه. برگردیم نگاه امویان رو. من 2-3 تا به اصطلاح بحث‌های مهمی که در صدر اسلام، حتی از زمان پیامبر صلوات الله علیه هم این مسئله مطرح بوده. ببینید در حوزه جنگ‌ها، جنگ با کفار، نه جنگ داخلی، که اون جنگ داخلی خب ماجراش متفاوته، جنگ با مسلمان‌ها و نزاع‌های درون دینی، جنگ با کفار. خب اونجا اساساً وقتی که مسلمان‌ها پیروز می‌شدن، سرزمینشون رو می‌گرفتن، اموالشون رو می‌گرفتن، بردهداری، تقسیم منافع، تقسیم، خدمت شما عرض کنم که غنایم بود. غنایم هم می‌دونید که یه سیستم داشت. سیستم غنایم مثل سیستم دیاته، یعنی سهم مقدر داره و سهم غیر مقدر داره. پس کسانی که در جنگ مشارکت داشتن سهم می‌بردن، کسانی که کمک می‌کردن، تبلیغات می‌کردن، همراه بودن، پرستاری می‌کردن، اینها رو پیامبر بخشی از غنایم که دریافت می‌کرد بین اینها توزیع می‌کرد، ولی سهم به عنوان سهم نداشتن. این سازوکار غنایم بود. کسی که در جبهه جنگ بود سهم مقدر و مشخص داره، کسی که به تشخیص پیامبر، به تشخیص، بله، قاعده مند بود دیگه. بر اساس همین هم مدل‌های جهادی صورت گرفت. ولی وقتی که مدل‌های جهادی صورت گرفت، این ادبیات جنگ بود ولی غایت جنگ نبود. همه بحث از همینجا شروع میشه. یعنی این روشی برای تأمین، به اصطلاح تأمین بودجه جنگ بود. یعنی چون اونجا حقوق بگیر و ارتش که وجود نداشت، که حقوق از خود غنایم جنگی از خودش تأمین میشد. ولی وقتی که این مدل رو شما تبدیلش بکنی به هدف جنگ، اینجا میشه اصالت سوال بکنم. بنی امیه این کار رو کردن، توضیح بدید چون. بله، بنی امیه وقتی که اومدن این وضعیت رو سر سامان دادن، اون چی که دریافت میکردن به اصطلاح شمارش غنایم بود و شمارش دریافت هاشون بود.
نقد این رو اگر بخواید دقیق در خود بنی امیه صورت گرفته. در دوره میدونید که یه دوره اصلاحی 2 سال خورده‌ای مثلا عمر ابن عبدالعزیز رو اگر توی این بنی امیه در نظر بگیری، این دوره اصلاحی نقد دوره قبله. خیلی ما از اصلاحات عمر ابن عبدالعزیز متوجه میشیم که چه فسادها و چه خطاهایی اون طرف خطاها رو مثلا می‌خواسته جبران بکنه. وقتی که می‌خواست این خطاها رو جبران بکنه، یه دستور داد. گفت ببینید اینهایی که شما رفتید فتح کردید سرزمین‌های اسلامی رو، اینها خب میبایست مالیات و جزیه میدادن، یعنی اینها بر دین خودشون باقی میموندن، امنیت رو براشون تأمین میکردید، جزیه میدادند. از اونور مالیات هم باید میدادن که بله، مالیات و جزیه و اینها به حاکم اسلامی پول میدادن. ولی اگر اینها مسلمان میشدند دیگه جزیه ازشون منتفی میشد. درست؟ مأمورین قبل از عمر بن عبدالعزیز اسمشون بود مأمورین جمع آوری مالیات، یعنی مأمور میرفت مالیات بگیره. کار این که دیگه حالا کار فرهنگی کنه به قول امروزی ها و مثلا بحث عدالت رو مطرح کنه، بحث فرهنگ رو مطرح کنه، قاعدتاً وقتی اصالت منفعت باشه و نگاه سودگرایانه باشه بعد اونها رو تشویق بکنه بر دین خودشون بمانند، همین اتفاق بیفته. بیشتر از آنچه که مالیات میدهند جزیه هم بدهند. خب اتفاق چی بود؟ این گفت که برید اینا رو تشویقشون کنید که اسلام بیارن و حتی هزینه هم میکرد برای کارهای فرهنگی مثلا. ها یه دور کوچیکی هست، حالا خیلی ما نمیخوام واردش بشیم. ولی مشاوران عمر بن عبدالعزیز اومدن گفتن که تو چرا داری دستکاری میکنی نظامی؟ چرا اصلا تشویق میکنی اینا دین بیارند؟ با دین آوردن اینها سود اقتصادی که سود اقتصادی کم میشه. شما ولشون کن اینها رو. ول کن اینها به همون دین خودشون باشن، درآمدهای مملکت درست میمونه، پایدار میمونه. به قول معروف اینها درآمد پایدار داشتن بر ماجرا. ببینید اصلا کل فلسفه جنگ عوض میشه. کل فلسفه جنگ عوض میشه. یک کشور رو فتح میکنید، غنایم میگیرید، پس یه ثروتی اینجا بهتون میرسه. اونها رو بر دین خودشون نگه می‌دارید، علاوه بر مالیات کشاورزی و مالیات دامداری، چیزهایی که باید بدهند، باید جزیه هم بدهند. هم اونها رو داری تحقیر می‌کنی این گونه و هم یک درآمد پایداری با اون مسئله این میشه. یعنی اگر بخوام تو ادبیات امروز در نظر بگیریم، اگر بخوام نظام بودجه نویسی رو در نظر بگیرن، میگه بودجه حاصل از جزیه این مقدار. خب شما دیگه نمیتونی بری اینجا تشویق کنی که شما اسلام بیاری که جزیه‌تون برداشته بشه. همین استدلال رو اومدن برای انجام دادن. یعنی شما نرو تشویق کن، چه کار داری که تشویق میکنی؟ این نشون میده که در دوره قبل نگاه به جنگ و نگاه به کشورگشایی، بله ما آقای اسم شریفتون من یادم، آقای دیانی، در جنگ ما یه هدف جنگ داریم، یک پیامد جنگ داریم. بله ممکن هست کسی هدفش از جنگیدن منافع باشد ولی پیامدهای مثبتی باشد. دقت میکنی؟ من میخوام بگم اینها هدف، ولی اینکه پیامدهاش برای جهان اسلام این بوده که یه عده مسلمان شدن، این پیامد دیگه محسوب میشه. اراده و خاص اراده و خاص نیست. نمونهش رو شما یکی از منابع معرفتی که اتفاقا خیلی میتونه نقد بنی امیه رو ازش بفهمید، دعاهای امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه هست. دقت میکنی؟ شما این دعایی که امام زین العابدین به مرزداران کشور اسلامی میکنه، مرزها رو همون مرزهایی ترسیم میکنه که در دوره بنی امیه توسعه یافته است. به این مرزبانها دعا میکند. یعنی نگاه امام زین العابدین پیامدهاش رو در نظر میگیرد، ولی بحث بر سر اینه که اونها برای این پیامدها هدف بود یا نه عکس ماجرا بود. یعنی فتوحات در زمان پیامبر اسلام به این قصد بود که اسلام گسترش پیدا بکنه. ما در دوره اموی کشورگشایی داریم ولی اسلام گسترش پیدا نمی‌کند چون درآمد ایجاد میکنه. این ولذا وقتی که می‌خواستن کشورگشایی هم با بشارت، با پیام، با به اصطلاح روشنگری این ادبیات رو ورود پیدا می‌کردن. باز من نمونهش رو براتون بگم. وقتی که این ادبیات به اصطلاح
این عرض کردم در خود صدر اسلام هم این گونه بود. شما این ادبیات منافقین رو وقتی که در صدر اسلام میبینید، منافقین کسانی بودن که هدفشون همون هدف اقتصادی بود، یعنی میخواستن در جنگ شرکت کنن، منافعش رو ببرند، ولی از سوی دیگر اون اهداف جنگ براشون خیلی مهم نبود که حالا اسلام توسعه پیدا کنه، وجود پیامبر محفوظ بماند و الی آخره. این مهم نبود و لذا دوچار نفاق میشدن، یعنی جنگیدن براشون از یک سو مطلوبیت داشت، از سوی دیگر مطلوبیتی نداشت. در منافع مطلوبیت داشت، در و به هدف همین مطلوب. خاطر هم هر جایی که منافع به خطر میافتاد میکشیدن عقب. و اتفاقا شما اگر ادبیات حقوقی جنگ رو هم ببینید، میبینید که بله از این منافع ما تو ادبیات استفاده کردیم. نمیخوام بگیم این مهم نیست. فقها در کتاب جهاد که میان بحث میکنن 3 جرم مربوط به جنگ رو مطرح میکنن. یک جرم تحت عنوان تجدیل از جدل گرفته شده، یعنی بیای در جدل بیای روحیه سربازان خودت رو با شایعه پراکنی و فلان روحیه‌شون تضعیف کنی. شما ندارید، نمیتونید. در مقابلش ارجاف یعنی دشمن رو بزرگش کنی. و عنوان سوم معاونت بر به اصطلاح دشمن هست. اینها در جنگ حضور دارن. کسانی مثل شیخ طوسی در کتابشون که بحث میکنه میگه مجازات اینها این هست که از ولو جنگیدن ولی سهم نمیبرند، ولو اینکه جنگیده باشن سهم از غنایم این نمیبرن، یا مجازاتشون تجدید کردن یا ارجاف کردن یا معاونت کردن. معاونت. پس این نشون میده که ادبیات اقتصادی وجود داره. بحث بر سر اینه که نگاهت به اقتصاد کدام هست. عرضم این هست که نگاه به اقتصاد اگر نگاه ابزاری باشه، خب این بله اقتصاد هم باید باشه. چون ادبیاتش هم میدونید که ادبیات در قرآن هم در فکر میکنم آیه 200 سوره بقره، اونجایی که ببینید این که انسان دنبال منافع دنیاش باشه این اشکالی نداره، نوع مواجهه با این بحث رو عوض میکنه. و الا شما میبینید در همون سوره آیه 200 اگر اشتباه نکنم، در زمان حج مردم که میرفتن حج در زمان حضرت رسول در سرزمین مینا میشستن گفتگو میکردن، از پدرانشون میگفتن آیه نازل شد که بیاد ذکر خدا بگید، ذکرتونم اشد ذکرن من ذکر آبائکم باشه، ذکر خوب بگید، زیاد بگید. خب چی گفتن مسلمان ها؟ و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، تمام، و ما لهم فی الاخرة من خلاق. دکتر و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. این دسته دوم هستن. پس این که انسان دنبال منافع اقتصادی باشه این طبیعت امور هست. نه، من چیزی که فهمیدم هیم داره توی ذهنم مرور میشه، نمیدونم بگم اینها. این گونه فهمیدم که ما یک امر نامطلوبی رو در سنت اموی، یک امر نامطلوبی رو که برای ما درآمدزاست، این رو نگه داریم به عنوان یک منبع پایدار. از اول هم به این سمت بریم، از اول هم سهمش رو مشخص بکنیم، یعنی خلاف بشود ولی خلافی که برای ما درآمدزایی است. اگر به دوستان بر نمیخورد و هنوز کسی توی شهرداری ها مثلا ننشسته، من این کمیسیون ماده 100 داره به ذهنم میاد. شما حالا اگر که یعنی از اول میگی بودجه شهرداری از این قدر پولیست که ما از خلافهای در عمران داریم به دست ببینید این جریمه کردن، این که ما محل دریافت جریمه ها رو مشخص کنیم. محل دریافت جریمه یک چیزه، این که من حساب بکنم مردم اینقدر خلاف بکنن و برای این خلاف هم اینقدر سعی بگذارم و روی این بودجه به عنوان یک منبع پایدار حساب بکنم. ببینید در واقع چون نظم حکمرانی در جرائم یعنی همین که محلش مشخص باشه، چون کشور میخواد بر اساس بودجه اداره بشه بالاخره حد بودجه مشخص، ولی این که نگاهت این باشه که ما از این محل بخوام به عنوان یک ابزار کسب درآمد که اگر یه وقتی من خواستم پیشگیری کنم بگید نه پیشگیری که نیستی، حالا اینجوری بریم جلو که پیشگیری لازم نباشد بکنم، این بله همون اتفاق میفته. یعنی نگاه بنی امیه حتی در امر دینداری این بود که اگر دین هم نیاوردی اشکال نداره ولی منبع درآمد
خوبی هستی. من این رو تعبیرش میکنم به اصل منفعت. اصل منفعت که از هر ابزاری میخواد محقق بشه، ولو این که ابزار در چارچوب ارزش ها نباشد. این به نظر من یکی از بحث‌های مهمه. این غیر از مصداق جنگش توی بنی امیه شواهد دیگری هم دارد یا نه و پیامدهاش چیست؟ پیامدهاش ببینید، پیامدهاش وقتی که شما نگاه منفعتی داشته باشی، نگاه به اصطلاح این که دیگران رو هم به انقیاد خودت در بیاری، میشه نظام به اصطلاح دادن هدیه‌های فراوان، تطمیع افراد. چون یکی از سیاست‌هایی که به خصوص در دوره معاویه بود همین استفاده از این انعام برای ساکت کردن حتی دشمنانش بود. یعنی دریافته بود که این منفعت مهمه، منبعم که مهمه، محل مصرفش هم میشه در راستای تأمین همون قدرتی که دکتر حکمتی این حرفایی که میزنید به نظرم یه جورایی حتی جذابیت ایجاد میکنه برای کسی که میخواهد قدرت ورزی بکنه. یعنی من میترسم مثلا اینجا کلاس درس بشود که اگر میخوای قدرت ورزی بکنی بیا از این روش ها استفاده بکن، منابع پایدار داشته باش، از راه خطا، راه خلاف بگیر و در جاهای دیگر هزینه بکن و در حقیقت یک تنگنایی ایجاد بکن. چون وقتی طرف خلافکار هم هست همیشه به تو بدهکاره، وقتی درجه 2 هست همیشه به تو بدهکاره. اگر این اهل کتاب مسلمان می شدند خب هم ارز مسلمانان می شدند، بله. هیچ اتفاقی نمی افتاد. ولی وقتی که تو اونها رو دعوت نمی کنی به اسلام همیشه درجه 2 می مانند و باید جزیه بدهند و باید حضور شما عرض کنم که تو اون منفعت سیستم اقتصادی تو رو تامین کنن. منفعت اقتصادی تو رو تامین میکنن، در مقابل تو هم قدرت اعتراض و قدرت مطالبه ندارن. اونا دیگه بالاخره حواشی، یعنی در مجموع این، یعنی شما وقتی که میگی منفعت چه اتفاقی برای جامعه رقم میزنه؟ اتفاقی که برای، ببینید در بحث حکمرانی حقوقی وقتی که شما نگاهت به اجراء قواعد و صدور فرمانت این باشه که افراد ابزارهای برای تأمین منافع تو هستند و یا حتی منافع جامعه، فرق نمیکنه این دوتا. ببینید افراد ابزارهای منافع فرد یا منافع جامعهشون فرق نمیکنه. افراد ابزار نیستن. بحث بر سر این هست ولو برای خدمت به جامعه. کی گفته افراد باید ابزار برای تامین منافع باشن؟ بله، افراد با کار و فعالیت هماهنگ خودشون منافعی هم به جامعه میرسانند ولی ابزار برای منافع جامعه نیستن. پس اگر بخوایم اون چارچوبه رو در نظر بگیریم، من فکر میکنم اولین چارچوبی بود که در حوزه اقتصاد اموی مطرح میشه با این ادبیات که نگاهش یک نگاه اقتصادی هست. حالا صرف نظر از عصبیت ها و اینها رو من اصلا وارد اون قضایای تاریخی و اینها نمیشم، چون قرار هست من بحث عدالت و حقوقیش رو مطرح کنم. دومین عنصری که من اینجا پس پرانتزش رو باز بکنم، تازه ما داریم فقط از نظر حقوقی بررسی میکنیم. این وقتی با اون عصبیت های قومی و قبیله‌ای و منطقه‌ای اینها گره میخوره دیگه فساد مضاعف. ما از این شب‌های قبل و بعد به این مسئله ذیل موضوعات دیگه خواهیم. بله. دومین بحثی که در حوزه حقوق مطرح هست، ببینید حقوق یه پایه مهم داره، اونم مسئولیت. من 3 بعد مسئولیت رو میخوام جدا کنم چون اینا بحثای روز ما هستن. ما ببینید یک مسئولی در حوزه ادبیات شرعی ما یک تکلیف داریم که این تکلیف تو ادبیات کلامی ما، من پاسخگوی در مقابل خداوند هستم. این رو من بهش میگم مسئولیت الهی. 2، ما یک مسئولیت اجتماعی داریم و 3 یک پاسخگویی اجتماعی داریم. 3 تا بحثه: مسئولیت الهی، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی. این فرق میکنه چون گاهی موقع من میبینم که پاسخگویی با مسئولیت فرق میکنه. ببینید گاهی موقع من مسئول هستم به گونه‌ای که اگر درست رفتار نکنم یه پیامدهای حقوقی برای من دارد، مثلا مجازات میشوم، باید خسارت بدهم، این تعهد به عهده من هست. اینا رو میگیم مسئولیت‌های اجتماعی. من یک پاسخگویی هم دارم. پاسخگویی غیر از مسئولیته، یعنی من باید تصمیم گیری خودم رو توجیه اجتماعی کنم. من دارم درست کار میکنم ولی
اگر شما امروز پرسیدی که از شما مثلا مسئول صدا و سیما پرسید که شما با چه استدلالی حکمت میار رو دعوت کردید به اینجا، اتفاقی هم نیفتاده مثلا، انشالله که اتفاقی هم نیفته، شما با توجیه کن برای من، پاسخ بده شما چرا او را دعوت کرده ای. این رو ما در قضایای حقوقی وقتی گزاره ها رو یا در بحث های علمی میگیم توجیه میکنیم قضایا رو، ولی در مقام تصمیم گیری میگیم پاسخگویی باید وجود داشته باشه. یعنی من باید نسبت به رفتارهای خودم بتوانم ولو اینکه درست باشد توجیه اجتماعی کنم. ببینید رفتار وقتی توجیه اجتماعی نشود موجب گرفتاری هم میشود، چون شما که نمیدونید که مبنای من چرا من این تصمیم رو گرفتم، رو چه حسابی تصمیم گرفتم، اقناع مردم کجا صورت گرفته روی تصمیم. اقناع توی یکی از قسمت هایی که به نظرم، یعنی ما اگر بخوام دستگاه های نقد اموی رو در نظر بگیریم که اگر مثلا دوره عثمان رو هم به نوعی بنیانگذاری تفکر اموی بدانیم، نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر نامه نقادانه هست، در حقیقت در نقد وضعیت موجود بله، یک وضعیت یعنی آرمان. بله، کسی نامه مالک اشتر رو بخونه، تاریخ رو هم بدونه، میفهمه که این همه اینها کد داره، یعنی اینها ارجاع به یه سری رفتارهایی هست که اتفاق افتاده. امام علی وقتی که مالک رو میفرسته میگه نری اونجا یه وقته بگی که انی، خدمت شما عرض کنم که انی مؤمرون آمر فاطاع، یه وقتی نره اونجا بگی من مأمورم و معذور، یعنی همین دیگه، یعنی توجیه نمیتونه حرف تو بکنی. نره اونجا بگی خب من از علی علیه السلام اومدم مأمورم و هر حرفی زدم شما باید اطاعت کنید از من، فاطاع. که این سه تا اشکال در تو به وجود میاره. اشکالاش چیاست و اشکالاش شیوه بنی امیه در این کار بله. چه بود؟ اشکالاش یکیش این هست که شما اگر اومدی به اصطلاح این اولا که برای نفس خودت مضره، دو این بی احترامی به دینه، یعنی تو به عنوان یک دیندار نمیتونی رفتار خودت رو در چارچوب ارزش‌ها برای دیگران توجیه کنی، توضیح بدهی، بعد استناد میکنی به قدرت. چون در دین نمیتوانی، یعنی نمیتوانی در یک چارچوب دینی و ارزشی این رو از توجیه خودت بکنی، متصلش میکنی به قدرت و در حقیقت داری فرار میکنی از مسئولیت. و این موجب میشه که افراد هم از دور تو پراکنده بشن، میگن خب ما با این چی گفتگویی بکنیم، این که اصلا قابل گفتگو نیست دیگه برای ما. دقت بفرمایید. خب شما پس اگر ما یعنی این مسئولیت، این پاسخگویی اجتماعی رو داشته باشیم، دو مسئولیت اجتماعی رو در نظر بگیریم، و سوم این که در واقع بیا مسئولیت اخروی و تکلیف الهی رو در نظر بگیریم. امویان چه کردن در سه حوزه؟ بله، در سه حوزه، در حوزه چیزی که اصلا کسی یعنی افراد رو قابل گفتگو نمیدونستن که بیان برای مردم توضیح بدن. شما وقتی که مروان یا حجاج به خصوص این دو نفر میره رو منبر میگه ببین صوتی سیفی، شلاق من شمشیر منه، هر کس حرف بزنه زیادی حرف بزنه من از بدن سرش از بدنش تمام استنادها به قدرت، تمام استناد به قدرته، یعنی توان توجیه رفتارش رو نداره. یا مثلا حجاج وقتی که میخواد بره مکه میگه ببین من فرزندم رو جایگزین شما میکنم اینجا در شهر فکر میکنم کوفه هست، یا میگه ولی یادتون باشه پیامبر وقتی که میخواست جایی بره میگفت حواست باشه کسانی که محسن هستن حواست باشه، اونایی که مسیح هستن رو عفوشون کن. من عکسشو میگم اینجا، محسن ها رو بی توجه، کسی هم که اگر مسیح بود بزن تو سرش، اینجوری. یعنی نه تنها توجیه نمیکرد که یک مقام بالاتر سرکوب میکرد که تو بخش امنیت خواهیم رسید بهش. در قسمت دوم اساسا تو صحبت آقای الویری هم به نوعی آخرش ایشون مطرح کرد که حالا من گوش میدادم، اساسا وقتی که اومدن این بحث خلیفت اللهی رو ایشون که مطرح کرد که دیگه خلیفه رسول نیستیم، خلیفه خدا. بله، این یعنی سرباز زدن از مسئولیت اجتماعی.
دوره بدتر از این اتفاق افتاد. احساس میکنم اگر اشتباه نکنم، چون بعضی از شما من خیلی مطالعاتم رو سر سامون نتونستم بدم، فکر میکنم در دوره ولید باشه. 40 نفر جمع شدن، نوشتن و شهادت دادن که خلیفه در نزد خدا هم مسئول نیست. یعنی مسئولیت شماره 1 رو هم در واقع تصمیم، یعنی پاسخگوی به خود، پاسخگوی به مردم که هیچ، مسئولم که نیست، حتی پاسخگوی به خدا هم با هیچ چیزی نمیشه این را ارزیابی کرد، با هیچ نقد چیزی کرد. نمیشه نقد کرد دیگه. بله ما در حقوق داریم کسانی رو که میگن حقوق از فرمان حاکم شروع میشه، منتها اونها به معنای بی‌مسئولیتی حاکم نمیگن، میگن حقوق از حاکم شروع میشه، ولی حاکم مسئولیت سیاسی دارد. یعنی حاکم برای رفتارهای خودش پاسخگوی سیاسی هست. ممکنه پاسخگوی حقوقی نباشد ولی پاسخگوی سیاسی هست. ولی اگر پاسخگو نباشد، نتونه مثلا این ریسپانسیبیلیتی کار رو نداشته باشه، پاسخگویی نداشته باشد، مسئولیت نقض رفتارها رو هم نداشته باشد، بعد بیری بالاتر بگی که شما خب در نزد خداوند مسئول هستی. در جریان خلاف این ماجرا شما میبینید که برای این که این احساس مسئولیت از بین نره، چون خود این احساس مسئولیت هم یعنی یک نگاه به درون داره و یه نگاه به بیرون. یعنی حاکم افزونه بر این که نگاهش به بیرون هست، نگاه به درون هم دارد. یعنی اون احساس قدرتی که میکنه، احساس میکنه اصلا پاسخگویی نباید باشه. و لذا در بحث‌های روانشناسی، حالا من خیلی دیگه این رشته‌ام نیست و همینجور گذرا میگم چون خیلی چیز نداره، خود قدرت میگن اون سیستم تصمیم گیری و فهم مغزی رو هم دچار تزلزل میکنه. یعنی در حقیقت مدل ذهن رو عوض میکند که کتاب‌هایی که تو این زمینه نوشته شده. برگردیم به امویان. بله. امویان با این شیوه، با این نگاه به قدرت و با این که پاسخگویی به در حقیقت مسئولیت الهی ندارن، مسئولیت اجتماعی ندارن و پاسخگویی هم ندارن، نه به خدا. ببینید این که من میگم اینها ما انتزاعهای تاریخیه، اینها رو برای پیش‌فرض‌های مسئله پذیرفتیم. بله نمیخوام بگیم مثلا حالا تک تک رفتارهاشون، ولی وضع غالب این هست که اینها پاسخگو خب وقتی در یک نیستن. جامعه این اتفاق میفته چه بلایی سر اون جامعه میاد؟ جامعه ببینید دیگه، کسی که پاسخگوی رفتارش نباشد نیاز به توجیه نداره. کسی که نیاز به توجیه نداشته باشه نیاز به مشورت خواهی نداره. دقت میکنید؟ تو همون قضایا اینجا گفتم، اول صحبتم اشاره کردم اینجا مذاهب کلامی که اتفاق افتاد. ببینید کلام هم اومد در خدمت همین جریان قرار گرفت. یعنی شما وقتی که میایید توی مسئولیت‌های اجتماعی به خصوص مسئولیت عندالله رو بحث میکنی، مثلا کسانی مثل مرجعه که اساسا ما این رو واگذار کنیم، یعنی مسئولیت الهی وجود داره ولی مسئولیت پاسخگوی اجتماعی وجود نداره. یعنی اینها مسئول هستن ولی به ما چه؟ اونها مسئول هستن. نظریه جبر در واقع نفی همین مسئولیت اجتماعی هست. یعنی میگه من اومدم مسئول رفتار خود، من پیش خدا هستم ولی ربطی به شما ندارد. در مقابل اگر شما بخواید در نظر بگیرید مثلا کسانی که شخص رو میگفتن مثل زیدیه، امام کسی است که قائم به سیفه، یعنی نه تنها مسئولیت اجتماعی دارد که بلکه قیام به سیف رو هم باید برای تحقق کارش انجام بده. اینها همه در کنار هم که قرار میگیره معنادار میشه. یعنی اینها بر سر یه سری مفاهیم که مفاهیم در حقیقت فلسفی و کلامی هست، موضوع اختلاف اون زمان که جبرگرایی، مرجعه و بحثایی که پیامدهایی که در حقوق داره، نتیجهش این میشه که یک بی‌مسئولیتی نسبت به جامعه و عدم پاسخگویی در واقع اجتماعی برای حاکمان و حکمرانی صورت میگیره. خب علالقاعده اینجا زمینه ظلم هم دیگه محقق میشه. دکتر حکمت نیا، من شرایط رو ترسیم کردید. خب خیلی سیاه بنی امیه، این طرف اصالت قواعد، اصالت عدالت به معنای پایبند بودن به قوانین. یه اتفاق دیگری میفته، مسئله کارآمدی است. به هر حال با همه این اوصافی که شما گفتید،
اون طرف داره چرخ میچرخه. درسته گفت که چرخه این به چرخه اون هم به چرخه، چرخ داره میچرخه با همون سیستم فسادآوری که راجع به بحث‌های فساد. ببینید قضیه فساد رو ما ازش استفاده نکنیم، یعنی سیستمی که در اون مسئولیت به معنایی که ما میگیم، پاسخگویی که به معنایی که ما میگیم وجود نداره. بحث فساد نه، بحث من دیگه توی بخش دیگری گفتم که امر خطا رو به عنوان منبع درآمد پایدار حفظ می‌کنید. بله، من دارم دور برمیگردم به کلیت بحث. نگاه می‌کنید که خب از اون طرف داره درآمد میاد توی جامعه، از اون طرف درسته یک نظام طبقاتی شکل میگیره، ولی این نظام طبقاتی مثلا نظام سرمایه‌داری داره اقتصاد جامعه رو تأمین میکنه. جنگ داره ترغیب میشه، جنگ یک کشورگشایی ها داره اتفاق میفته، رونق میفته. تا اون طرف برمیگردید به کسی که میخواد مو رو از ماست بکشه، امیرالمومنین. یعنی اینجا پاسخگو هست، مسئولیت داره، مسئولیت اجتماعی داره، عهدنامه مارکشتر رو می‌نویسه. نقش کارآمدی در این وسط چی میشه که آقا یک جای بگی خب از این شما بگذر، جزء پرسش‌های بینندگان هم هست راجع به این بحث‌ها. حالا نمیخواد این قاعده رو تعلیق کن، از این خطا چشم بپوش، از این به نفع جامعه. من اینجا به نفع فردم نمیگم، به نفع جامعه. چرا نباید فساد را پذیرفت؟ شما میگید با فساد نه، میخوام بگم مقوله فساد متفاوته. بحث خطا رو پذیرفت، منبع درآمد پایدار غیر مشروع رو پذیرفت. اینها خب پول داره میاد توی جامعه، پول مهمه و چرخ اقتصاد با پول میچرخه. تا اینکه بیای این طرف امنیت سرمایه‌دار رو مخدوش بکنی، سرمایه‌دار حالا نه ببین، من فکر میکنم ببین بحثا رو ما خوبی حقوق این است که خطکشی هاش دقیقه. خطکشی هاش رو شما بگید وقتی این ور کارآمدی هست با این ببین فقط کارآمدی رو بگید، چون وقتی که میام سراغ ما یه بحثی داریم. بله، ما در نظام حقوقی و سیاسی امنیت جانی و مالی افراد رو باید رعایت کنیم و اتفاقا اون خیلی مورد تأکیده. ببینید این روایتی که شما میگید حرمت مال المسلم که حرمت دمه، نه دکتر، ببینید مسئله من الان امنیت مال و جان نیست. دیشب ما اینجا آیه دکتر سلیمانی مثالی زد، گفتن ما نابرابری در اجرای قانون داشتیم. سرمایه‌دار اومده یه خطایی کرده، اگر آدم معمول اون خطا رو بکنه مثلا اینقدر شلاق میخوره یا اینقدر زندان میره. توی این سیستم میگه که برای من فرق نداره، سرمایه‌دار، شاعر، هنرمنده، هر چی که هست، خطا کردی بعد کارت رو. قانون قاعده داره رفتار میکنه. اینور اینجا میگه که نه آقا منفعتش برای جامعه هست. خب حالا یه خطایی کرد ازش چشم میپوشیم، داره پول میاره، داره سرمایه میاره، داره تولید میکنه و این داره کارآمدی ایجاد میکنه. من حرفم اینه، کارآمدی در این منظومه. من عرض کردم، ببینید من عرض کردم که اساس اینی که به اصطلاح حالا فطرت انسان دنبال آسایشه، دنبال کسب، ما اینا رو که اصلا یعنی در این که تردیدی نداریم. ولذا من با یه 200 سوره بقره مثال زدم، گفتم این منهی نشد، نگفته شما چرا دنبال دنیا میرید. بحث بر سر این است با چه ابزاری دنبال دنیا میرید، با چه قاعده‌ای میرید. بله، شما این قاعده‌ای که از طریق کار، از طریق تلاش، قواعدی که در حوزه احترام معاملات، اموال، اینها داره بسیار زیاده. بحث فقط بر سر یک نکته است که شما نوع یعنی در کدام چارچوب میخواید اون، به قول شما اون کار، من اسمش کارآمدی نمیتونم بذارم، یعنی کسب منافع. احساس میکنم نمیخواید به این سوال پاسخ بدید. یه رفته برگشتی داشته باشیم، چون این رفته برگشتی مذاکره بکنیم ببینیم که به این مسئله شما میخواید پاسخ بدید یا بریم سراغ دیگر مسائل اموی. از حضرت سید شهدا سلام الله علیه خطبه نقل شده که پیغمبر اکرم فرموده که کسی که ببیند یک سلطان جائری چیزهایی را که خداوند حرام کرده است او آزاد می‌گذارد و مخالف سنت رسول الله عمل می‌کند و
عهد خدا را میشکند. اگر کسی دید یک سلطان جائری این کارها را میکند و مع ذلک ساکت شد و تغییر نداد، با قول خودش، با عمل خودش، خدای تبارک و تعالی حتم کرده است، حتم است بر او که این آدمی که ساکت شد در مقابل این سلطانی که حرمت احکام خدا را نگه نمی‌دارد، مخالف سنت رسول الله عمل می‌کند و عهد خدا را میشکند، این ساکت بشد در مقابل یک همچه سلطانی و قولاً و عملاً تغییر نداد مسیر این سلطان جائر را، حتم است بر خدای تبارک و تعالی که جای او را هم جای همون سلطان جائر در آخرت قرار داد. یعنی این سلطان جائر که اینطور اوصاف را دارد، سنت پیغمبر اکرم را تغییر میدهد و عهد خدا را میشکند و حرمات الله را سزاوار و رها میکند، یعنی مستحل است. ولو این آدم که این چیزا را از این آدم میبیند و ساکت است، همه کارهای واجب و مستحب هم به جا بیاره. آدمی باشد که 3 وقت نماز میخوند، در مساجد میره، آدمی باشد که احکام خدا را همه را ترویج میکند، موافق رضای خدا عمل میکند، همه کارهای خوب را میکند، از همه کارهای بدم اجتناب میکند، لکن ساکت است در مقابل سلطان جائر. به حسب این روایتی که نقل شده است از سید الشهدا سلام الله علیه که به منزله علت قیام ایشان است بر ضد حکومت وقت، این است که میخوان عمل به قول رسول الله بکنند که نبادا یک وقت تخلف بکنند و کسی که تخلف بکند جای او جای همون سلطان جائر است. یعنی در هر طبقه از جهنم که سلطان جائر یک همچه سلطان جائری جا دارد، این آدمی هم که ساکت است که این سلطان جائر هر کاری میخواد بکند، ساکت است، اونجاش جای همین سلطان جائر. با آقای دکتر محمود حکمت نیا گفتگو میکنم و بحث اون یک جایی گره خورده است در فهم سیره اموی. بحث رو از اول خیلی سعی میکنم به سرعت مرور بکنم. این گونه فهمیدم که اگر نگاه به انسان ابزاری برای منفعت باشد، نه اینکه فرد در طی تلاش و زندگیش منفعتی به جامعه میرساند، این شیوه اموی است. اگر امر خلافی یا امر مذمومی به عنوان منبع درآمد پایدار برای یک شیوه‌ای در نظر گرفته بشود و تشویق بشود و حفظ بشود، این میشود شیوه امویان. یعنی شما امری که باید تشویق بکنی اون رو برداری به عنوان یک خدمت شما عرض بکنم که منبع درآمد نگه داری. میگه من این حد از فساد رو میپذیرم چون منبع درآمد هست. مثال های مختلفی میشه زد. و اون طرف پایبندی به قواعد هست. در مقابل این سیره اموی پایبندی به قواعد هست، طبق قانون، طبق قاعده رفتار میکنه. ما اینجا بحث کارآمدی رو داریم. ادبیاتش برای مردم ما خیلی ملموس هست و ما در این سالها این ادبیات رو شنیده ایم که شما برای قشری در این سالها مدام سرمایه گذار داره تکرار میشه.
برای قشری حدی از تسامح تساهل را بپذیرید تا سرمایه وارد کشور شود. خب این و مثالهاش رو بله، نمیگم بله، دیگه، بله. مردم خودشون میدونن. بله. فلان منطقه رو ایجاد بکنیم در شمال تهران. شما بعضی از سختگیری ها رو در مناطق مرکزی تهران میبینید، در شمال تهران نمیبینید. توجیهش هم این هست، من نیروی انتظامی رو مقصر نمیدونم، از جاهای دیگر فشار می آورن آقا شمال تهران این حد از فساد رو بپذیرید، به خاطر اینکه اینها سرمایه دارن. این شیوه چی میشه؟ ببینید، این که ما یه اصلی رو باید اول روش بحث کنیم که شما هم بهش اشاره کردید. ببینید، ما یه اصل تساویه در برابر قانون داریم. اگر قانونی باشد این رو ما در گفتار ممکنه بگیم، چون بدونید که حقوق گفتاری چندان اهمیتی نداره. یکی از نویسندگان خیلی خوب خارجی هست که بررسی کرده، میگه 51 کشور جهان، اون موقع گفته 51 کشور جهان اصل کرامت انسانی رو تو قانون اساسیشون دارن، ولی بگردید ببینید خب اینا کرامت انسانی رو چقدر رعایت میکنن. پس ما ممکنه اصل در برابر قانون رو بگیم، باید بیام این مصداق‌ها و بروزها و به اصطلاح تعین‌های خارجیش رو در نظر بگیریم. پس اصل تساوی در برابر قانون اصل محکمی هست، این رو داشته باشید. از اون ور این که خود موضوع تخلف نباید موضوع اقتصاد قرار بگیرد، این هم یک بحث روشنی هست. بحث شما این هست ما متخلفمون داره یه کاری میکنه، این کار برای ما مفیده، که اگر یه جای دیگه به تخلفش رسیدگی بکنیم اون کار مفید رو هم برای ما انجام نمیده. و من این کار رو در شیوه امویان میبینم، مصادیقش رو در این شبها گفتیم. آقا فلانی را حد نزنید چون این ویژگی رو داره، در حالی که همون وقت مردم عادی رو به خاطر این شما حد میزنید. بله، اون همون تساوی در برابر قانون هست. این تساوی در برابر قانون اون با بحث اقتصادی که در واقع تخلف خودش منشأ درآمد هست یه تفاوت داره، ولی مناط و مبناش یکی هست. یعنی ما قانون رو نسبت به کسی اجرا نکنیم چون منافعی اون شخص برای ما داره، گرچه اون منافعش وقت چه خواهد شد؟ چی؟ ما قانون رو برای کسی اجرا نکنیم به خاطر اینکه یا منافعی دارد یا مضراتی دارد. ببینید اینها ممکنه در کوتاه مدت یه مقدار مثلا بگید خب فرض کنید بگیم ما توجیه کردیم، اما بحث بر سر این هست شما در دراز مدت و یک نظام حقوقی منسجمی دیگه ندارید، یعنی تابع یک بحث غیر منقحی هستید که شرایط مساوی برای افراد محقق نیست. ولی اگر همونجا، من نمیخوام بگم حالا جرم رو بیاد اینجور انجام بدید، ولی در حوزه مجازات ها میدونید در حوزه مجازات ها ما مجازات های تعزیری به ید الحاکم به ما یراه من المصلحته، ما مجازات های حدی رو داریم که به هیچ وجه تعطیل بردار نیست. اینجا هیچ اتفاقی نباید بیفته. اما در مجازات های تعزیری اون بستگی به نوع تشخیص حاکم داره، یعنی تشخیص قاضی داره، که البته تشخیص قاضی ممکنه متأثر از این امور باشد. یعنی التعزیر به ید الحاکم به ما یراه من المصلحت، بگه آقا من در این خصوص مصلحت در تعزیر را نمیدانم، ولی اگر بازم دیدش این باشد که تعزیرش نمی کنم چون یه منشأ درآمدی هست نه برای اصلاح امور، به نظر می رسد که مناطش با شیوه سابق هم یکسان هست. پس چی منشأش یکسان؟ ببینید ما یک ما چون سواد حقوقی نداریم آقای دکتر، یه جوری بگید که فرق بین علی و معاویه رو بفهمید. من اگر یک نفر، ببینید اگر یک بچه کارگری یه خطایی کرد، من میخوام بدونم علی چه کار میکند، سیستم اموی چه کار. ببینید ما یه قاعده ببینید داریم. بچه پولدار، آقازاده، سرمایه دار خطایی کرد، بچه کارگر هم خطایی کرد. شما میگید در سیستم علوی امکان دارد که قاضی ببیند که این چون پدرش یا خودش یا سرمایه‌اش یا هر چه که دارد خیری میرساند، میتواند بین این و این نابرابری در حوزه مجازات‌های تعزیری، مجازات تعزیری حد و نه مجازات‌های حدی، مجازات‌های حدی نه، مجازات تعزیری، مجازات‌های تعزیری نوع، یعنی این که میگه به ما یراه من المصلحت، این مصلحت در کیفیت مجازات. ما نمونه از
شیوه های علوی داریم برای این کار؟ در حوزه مجازات ها، در حوزه مجازات تعزیری کسی را به خاطر قاعده داریم. من حالا مصداق‌هاشو بخوام پیدا بکنم، چون در حوزه تعزیرات دست حاکم باز بوده، یعنی منتها نوع نگاهش به مصلحت هست که اونجا کارساز هست، به ما یراها من المصلحت. باید ببین نگاهش به مصلحت چگونه است. الان این مجازات هایی که خود قانون مجازات اسلامی هم هست، مثلا فرض کن که این برو فلان کار خیر رو انجام بده، برو در فلان آموزش شرکت بکن، اقدامات به اصطلاح این گونه ای رو، گرچه میدونید قانون تعزیرات ما یک اختلافی بود بین حضرت امام و قانون نویس ها. امام تشخیص نوع مصلحت رو میگفت ضابط پذیر نیست، به ید حاکم هم هست. و قانون تعزیرات میدونید که قانون تعزیرات رو امام هیچ موقع اجازه نداد قانون تعزیرات به عنوان قاعده نوشته بشه. نه اینکه به ید حاکم هست رو ما میپذیریم. بله. ببینید من میخوام بدونم حاکم علوی چه چیزی رو مصلحت میداند و چه چیزی رو... بستگی گفتم دیگه، اینجا بستگی به سیستم ارزش هاش داره. این رو بریم. بله، این سیستم ارزش هاست هست. مثلا فرض کن که این در صدد اصلاح فرد هست، در صدد این هست که احساس میکنه یک قدم مثبتی فرد برمیداره، نوع مجازاتش رو متناسب با اون شخص تأمین میکنه. ولی اگر بخواد این رو برای منافع خودش، من یک بحثی رو یه وقتی انجام میدادم، میگفتم در امر به معروف و نهی از منکر که میگی یا در موعظه که میگی، من منافع، یعنی در واقع مصالح طرف مقابل رو، نه مصالح خودم رو. گاهی موقع ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم ولی برای اینکه من بگم امر به معروف کردم، نه اون که معروفی محقق شد. نه این وسط ادبیات بحث کاملا مشخص است. ما هیچ کدام از کسانی که این توجیهات رو در جامعه ما گفتن، خدای ناکرده از زنده و مرده متهم نمی کنیم که اینها در پی منافع خودشون بودن. داعیه منافع جامعه است. داعیه این است که نظام به سرمایه نیاز دارد و سرمایه رو باید حفظ کرد، امنیت سرمایه‌دار رو. در بعضی جاها قوانین رو نسبت به اینها نه اینجا دیگه نمیشه. ببینید ما اگر قانونمون اشکال داره باید قانون رو درستش کنیم. یعنی قانون رو بگیم آقا شرایط سرمایه گذاری این هست، این مقدار سرمایه گذاری میشه، مثل تخلفاتی که اعلام میکنه، این تخلف هست، برخورد میشه، جریمه متناسب در نظر گرفته میشه، اوضاع اجتماعی رو در نظر میگیریم. تو قانونگذاری برای قانونگذاری حکیمانه ما نیاز داریم. بله ما قانون رو وضع قانون کنیم، منتها برای یک کسی اجرا کنیم، برای یک کسی اجرا نکنیم، نه این اصلا. بله اگر قانون جایش فکر میکنید که تأمین منافع نمیکنه، خب قانون گذاری رو به گونه ای اصلاح کنید که شامل، به طور مساوی شامل حال همه افراد بشه. ممکنه قانون هایی که ما در حوزه تعزیرات میگذاریم قانون گذاریمون اشکال داشته، قانون رو باید اصلاح کنیم. ولی این که قانون رو بنویسیم به قول شما، که من در جاهای این موارد من هم زیاد شاهد بودم، فقط مثلا جاهایی به من میگفتن بیا مثلا کمکی بده، میگفتم نه من این کمکی رو به شما نمیدم، چون این قانونی که میخواد اجرا کنید برای یه قشری سخت اجرا میشه، برای یه قشری اصلا که اندازه قانون وجود نداره، نه این دیگه. ولی شما بگو آقا مثلا از این مقدار این جریمه بهش تعلق میگیره، این مقدار تخفیف بهش تعلق میگیره، این مقدار عفو بهش تعلق میگیره، این مقدار تخفیف مجازات هست. ما همه اینها رو تو بستر قانونی داریم، تخفیف مجازات. ولی هر کس مشمولش باشه این 1 2 تخفیف داده میشه، گذشت داده میشه، تعلیق مجازات میشه. اینا همه رو ما داریم در قانون. اما این که این به تشخیص من با انگیزه های اقتصادی برای یک کسی در شرایط برابر اجرا کنم و برای کسی اجرا نکنم، این نه، این دیگه این شاید اون شیوه اموی، اون چیزی که من از بحث شما. ولی این که قانون تنوع در رفتار داشته باشه، در حوزه تعزیرات کم پذیرفته شده است. قانون تنوع دارد، اما این تنوعش باید به مساوی نسبت به همه افراد باشه. اون چیزی که مخدوش کرد چهره اموی رو، اون در حدود، نه در حدود اساساً مثلا در حد شرابخواری و در حد زنا و اینها، اونجا اصلا هیچ مصلحتی در کار نیست، چون اونها ارزش‌های پایه جامعه هستن. اما در حوزه تخلفات تعزیری، تخلف تعزیری مثل چی؟ غیر از حدود رو، یعنی چند نمونه مثال بزنید. چی؟ مثلا شما اگر تو ادبیات فقهیش بخوام مثال بزنیم، تو ادبیات فقهی شما میدونید که لکل حرام تعزیر.
حالا این که تعزیر می شود یا نمی شود، مثلا فرض کن که کسی غیبت می کرد، ما اجرا نمی کنیم، ما الان تعزیر در چارچوب قانون داریم، ولی کسی شرایط سرقت رو ندارد، الان بهش میگیم سرقت تعزیری، یعنی قطعیت ندارد. چرا؟ اون شرایط چندگانه سرقت محقق نیست که، ولی بالاخره یه گناهی کرده، گناه یعنی یک تعدی اجتماعی انجام داده، اون حدش هم در حد نداره، ولی در قانون مجازاتش مشخص شده، حبسش، شلاقش، پرداخت خسارتش، همه در اونجا در نظر اونجا می شود. پس شما معتقدید که می شود بنا به مصلحتی و بنا به اینکه حالا فلانی داره یه سرمایه میاره یه چیزی توی تعزیره زیر سیبیلی رد کرده؟ نه ببینیم سیستم تخفیفات رو باید اونجا در نظر بگیریم، خودش گفته قانون اونجا، ما سیستم تخفیفات مجازاتمون رو، تعلیق مجازات در حکم قضاییمون، اون در قانون مجازات میاد. همه اینها الان هم شما اگر قانون مجازات اسلامی رو نگاه بکنید، همه اینها سرفصلاش مشخصه. اما این که شخص در فرصت برابر، در موقعیت برابر، اصلا فرصت و موقعیت برابری نیست های دکتر. من مثال رو دارم میزنم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، در جامعه ما یک سری چیزهای خطاست. من دارم از بحث بنی امیه شروع میکنم و ادبیاتی که برای مردم آشناست، یعنی مردم سوال میکنن. یه سری چیزهایی اگر یک نفری یک رفتاری رو در خیابان ولیعصر، در میدان هفته تیر، در فلانجا انجام بدهد، اینها رو پلیس باش برخورد. بله. ما یه قشری داریم به این رفتارها. نه اینا دیگه، اینا من میگم حل دیگه. ببینید یه قشری داریم به این رفتارها علاقه دارن، از اون ور سرمایه هم دارن. اونها حالا منطقه پایین و متوسط و مستضعف، اینها منطق میگوید که این قشر رو نگه دار چون سرمایه دارد. یه زمانی توی دهه 70 و 80 میگفتن خب بریم براشون منطقه آزاد بزنیم. ببینید فرصت برابر نیست. بله. این افراد بتوانن همین جرمی که در میدان ولیعصر هفته تیر خطاست و باید باش برخورد کرد و برخورد میکنن رو بروند در کیش، بروند در قشم، بروند در جای دیگری انجام بدهند، اونجا کسی باشون برخورد نکن. چرا؟ منطقش منفعت جامعه است. من میخوام اگر این منطق درست است بفهمم، اگر این منطق اموی است بفهمم. من اسمش رو چرا من میگم؟ چون من خیلی سریع مقام معظم رهبری هم گفتم به خطا داره این اتفاقات میفته، ولی منطق پشتش اینه آقا جامعه سرمایه میخواد، قشر سرمایه‌دار رو نباید اذیت بکنین، نباید مالهای شمال شهر رو براشون نگه دار، ویلاهای تهران، مناطقی از تهران که وقتی شمال ایران. نه خب این دیگه ببینید این ضعف نظام حقوقی هست، اولا ضعف نظام اجرا هست، ثانیاً یعنی این که این داره اتفاق میفته درست هست؟ نه این درست نیست، چون ضعف نظام اجرایی هست. یعنی ما در حوزه، یعنی این توجیه عدالت و توجیه منفعت برنمی‌داره. خدا به شما. بله، اون چیزی که باید اتفاق بیفته این هست که اگر شما به همون کسی که دارای سرمایه هست، امنیت سرمایه، امنیت کار، ارزش سرمایه‌اش، هزاران امکانات امنیتی برای این فراهم هست، بله اگر تخلفی هم کرد باید مسئولیت رفتاری خودش رو چه در حوزه تخلف اقتصادی و غیر اقتصادی بپذیره. چون ما این رو نمیتونیم، یعنی توجیه گریمون در این حوزه ضعیفه و الا الان در کشورهای دیگر اساساً این قضیه حله. چجوری حله؟ یعنی اون کسی که پذیرفته که ببین امنیت سرمایه گذاریش مهیا هست، در این چارچوب این رانت و موقعیت ویژه براش ایجاد نمیکنه، تو این چارچوب رفتاری باید رفتار بکنه. یعنی اگر مجوز باید بگیره، بله حالا اینکه چند تا مجوز بگیره ممکنه ما سختگیری ها بیمورد کنیم ما، ولی بحث بر سر این هست. یکی از اتفاقاتی که در حوزه فساد اتفاق میفته، یعنی اینقدر رفتارهای مردم رو بخوای قاعده‌مند، ضابطه‌مند و با اجازهش بکنی که خودت هم از پسش بر نمیای، در نتیجه بحث رشوه‌گیری، در بحث فساد، بحث غیره مطرح میشه. ولی اگر نه حوزه آزادی‌های مردم رو درست مشخص کنی، آقا این آزادی هست، این اختیارات مردم و برای همه است، برای همه هست، این احترام مال هست. من فکر میکنم چون اون قسمت اول رو ما درست ترسیم نکردیم، بعد انتظارات نابجا به وجود آوردیم. یعنی اون سرمایه گذار در واقع داره منت میگذاره که در کشور ما داره سرمایه گذاری میکنه، ولی اگر سرمایه گذاری در کشور رو دارای یک منفعت مهیا و یک منفعت حمایت شده اینا با هم اختلاف سلیقه داریم، چون بسیاری از همین سازوکارهای فسادآور هست که این سرمایه ها رو هم
اتفاقا برای این افراد تامین میکنه. یعنی خیلی هم اینجوری نیست که اونها منتی بر سر جامعه داشته باشن و جامعه است که بر سر اونها منت داره. یعنی هم از این سازوکار فسادآور سرمایه دارد تامین میشود، هم این گروگان گرفته شده برای این نابرابری. خب همین، یعنی شما اگر زیرساخت‌های حقوقی و اجراییت من یه سری بحثایی که دارم میکنم میگم اتفاقا چون این مفاهیم پایه ما به درستی روشن نشده گرفتار میشیم تو این حقوق. زیباییش این هست که حد مرزها رو به روشنی بتونه بیان کنه. و الا یه جمله بگم که اختلافمون مشخص بشه، بریم سراغ بعدی. بحث رو اینجا نگه نداریم. فکر کنم سر بحث حقوقی نیست، سر بحث ارزشی است. این که سرمایه رو ارزش مطلق بدونه یا عدالت رو ارزش مطلق بدونه. ببینید این در مقابل هم آخه میدونید شما یه بحثی رو دارید، ما این رو داریم با گوشت و پوستمون احساس میکنیم. نه بریم جلو، بریم سراغ اشکال نه من این توضیح بدم. ببینید سرمایه در مقابل عدالت نیست. نوع برخورد ما با سرمایه عادلانه و غیر عادلانه هست. ولی سرمایه که در اجتماع باید باشه، ارزش اموال مردم محترم هست، این رو ما بحث نمی کنیم، شما هم بحث نمی کنید. اما این که مدل اقتصادی رو چطور طراحی میکنی که افراد به سرمایه های مجاز و غیر مجاز دست پیدا کنن، این محل اشکاله. ولی شما که نمیخوای بگی اموال مردم محترم نیست، این که با خلاف چیزی نگفتیم. بله. اما ما گفتیم این نابرابری بله ما در ابزارهای کسب به خاطر سرمایه داشتن یک نفر فرد از موقعیت ممتازی نسبت به آدم‌های مستضعف برخوردار باشد. این که در شهرک‌هایی در لواسان، این که در شما، من الان دنبال این نیستم که برید اونجا هم بگید به قول شما اگر آزادی هست بدن به همه آزادی بدن، ولی بگویم آقا این رو پلیس با این کاری نداشته باشه. من با منطقش کاری دارم، اصلا با هیچ رفتارش کاری ندارم، چون اینا پول دارن. من اینجوری که شما از بحث اومد گفتم این منطق چون میگه این آدم محترم است بخاطر که سرمایه داره. نه این اصلا بریم سراغ بحث بعدی. این اصلا اینجوری نیست. خیلی توی بحثمون پس تا مسئولیت پذیری رو هم گفتیم، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت الهی و پاسخ. و اتفاقاتی که در دوره بنی امیه میشه در هر سه حالتش مخدوش میشد. و در مقابل یعنی این که به خصوص اون مسئولیت، ببینید ما تأکیدمون خیلی وقتا من میگم یه انتقادی هم بر داخل خودمون باید داشته باشیم. ببینید ما تأکید بر انتقاد به داخل بود نه ما تأکید بر مسئولیت الهی وجود داره ولی کافی نیست. یعنی ما مقام مسئولیت اجتماعی و به خصوص توجیه فرامین خودمون، توجیه دستوراتمون، توجیه برنامه هامون، این به نظر میرسد که بیشتر باید روش دقت بکنیم که اون میشه مقام پاسخگویی. ولی شما مثلا الان فرض کنید که نماینده میخواد برنامه بده، یعنی باید بره توجیه کنه برنامهش رو. وزیر میخواد برنامه بده، یعنی این پاسخگویی به نظر من یک نکته قانونی بحث است که البته اینا میدونیم بحثایی بوده که جدید مطرح شده، یعنی تجربه تاریخی ما رو به اینجا رسونده. بریم ادامه بدیم چون فکر کنم 5 دقیقه تا پایان گفتگو داریم. اگر از بحث هایی که امویان داشتن به عنوان آفت هست، بحث بعدی که به نظر من خیلی مهم هست این که حالا اون ارزش ها رو شما داشته باشید، این که اساساً مقوله ارزش و به اصطلاح اقتصاد رو بیاد خود نگاهشون انسان چی بوده، یعنی انسان‌ها رو چگونه می‌دیدن، چگونه طبقه بندی می‌کردن و با چه نگاهی به انسان‌ها نگاه می‌کردن. این به نظر من امویان چگونه نگاه می‌کردن که هم بحثای به اصطلاح امنیتشون روشن میشه و هم دستگاه فکرشون. این رو به سرعت بگیم چون اینها ببینید اون چیزی که در این دوره اتفاق میفته یک تطبیق. ببینید ما یک مفاهیم قرآنی داریم، یه مفاهیم قرآنی داریم، یه طبقات اجتماعی داریم. این که اینها ما در مقام قضاوت حکم میکنیم که این لیوان مال من هست یا مال من نیست، این مجازات باید بشود یا نشود. ولی وقتی که حاکم میاد مردم رو طبقه بندی میکنه، میگه اینجور باشون رفتار میکنم بدون حکم قضایی، این تابع فهم حاکم هست نسبت به مردم. شما در نظر بگیرید، فکر میکنم خطبه‌ای هست که حجاج در کوفه میخونه، میاد راحت به مردم کوفه میگه شما اهل نفاق هستی، اهل شقاق هستی. تو اینجاش خب حالا اینا بگید که اینا درگیر بودند و خدمت شما عرض کنم مبارزه کردن. من مجازاتم بر شما، خدا منو مجازات شما قرار داد که به شما سخت بگیره.
بعد به آیه قرآن استناد میکنه، چون میدونید که بیشترین تطبیقات قرآنی انجام میده. میگه مثل کلمت خبیثه شما کوفی ها هستی، کلمت طیبه شما شامی ها هستید. یعنی آیه قرآن یعنی شقاق میندازه بین جامعه، شقاق قرآنی میاندازه. یا مثلا وقتی که شما میدونید که در ادبیات جنگ ما دو نوع جنگ های داخلی و جنگ های به اصطلاح با کفار داریم. قواعد جنگ های با کفار رو نسبت به جنگ های مسلمان ها هم اینها اجرا میکردن. یعنی در مدینه که اینها حمله کردن، یعنی تقریبا قاعده ای رو اجرا کردن که روی کفار اجرا میکردن. یعنی نوع نگاهشون به دین این بود، به دینداری این بود، کسی که فرمان حاکم رو اطاعت نکنه که انه از دین خارج شد. این همین چیزی است که امتداد پیدا کرده تا امروز ما دیگه. یعنی ما در حقیقت این اندیشه است که در اهل سنت نگاه میکنیم که و حتی غیر اهل سنت، یعنی این که ما بیام طبقات اجتماعی، رفتار با طبقات اجتماعی رو بر اساس دریافت‌های ذهنی خودمون طبقه بندی کنیم، باشون برخورد کنیم، از کفر و ایمان شروع میشه تا رفتارهای متعارف مجازات غیر مجازات که نمونه هاشو داریم. یعنی در کفر و ایمانش مثلا شما در قضیه حمله به مدینه، خب برخوردی که کردن اینها برخورد کفر آمیز کردن با اهل، یا حتی در جریان عاشورا برخورد اول برخوردی بود که کأنه مثلا این برخورد ما با کافر هم در اسلام نداریم. میخوام بگم که بردن تو اون وادی. حالا وحشیگری رو بذارید کنار، وحشیگری رو میخوام بگم که این نگاه به انسانها، شما کجای اسلام دارید که 3 شب همه شهر رو حلال بکنن بر حتی در مورد کفار هم نیست. میخوام بگم این خیلی فراتر از اون هم هست. واقعا یک دین. و ما 1 دقیقه اگر که پایان بندیم. پس من فکر میکنم ببینید 3-4 تا بحث عمده وجود داره. یکی این که دایره تفکری بنی امیه، من فکر میکنم که هر کارش بکنی سر از یک نوع منفعتگرایی همراه با امنیت و فاقد مسئولیت اجتماعی و حتی مسئولیت تکلیفی در بعضی از مراحل، و نوع نگاهش به انسان هم نوع نگاه تبعیض آمیز متفاوتی هست و ابزاری. بسیار ممنونم از شما بینندگان عزیز سوره هم. کمال تشکر رو دارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق باشید. سر بلند. متشکرم. لحظه به لحظه با تب و تاب عاشقانه های عاشورا. من تقریبا تولد دومم میشه گفت از زمانیه که امامو شناختم. با محمد و آل محمد مشروشی صلوات فرست.